مودم ADSL داری ولی نمیدونی این پورتا به چه درد میخوره و چراغ‌های جلوش اگه روشن یا خاموش باشن معنا مفهومشون چیه. با من تا آخر ویدیو همراه باش. برو که بریم. خب اولین مورد قبل اینکه توضیح بدم آنتن مودمه. خب ما حداقل یه دونه 2 تا 4 تا 8 تا میتونیم آنتن داشته باشیم و اینا بهش میگن آنتن خروجی. این از این. اولین پورتی که بهش برمیخوریم پورت یا اینترفیس ADSL، چون مودم ADSL اینجا نوشته ADSL و به اینجا چی میخوره؟ کابل و سیم تلفن. خب کابل و سیم تلفن از اینجا وارد مودم میشه. 4 تا اینترفیس بعدی که رنگ نارنجی رو داره لنهای مودم هستن، یعنی ما میتونیم هم از طریق بی سیم اینترنت مودم رو پخش کنیم به محیط و هم میتونیم اینترنت مودم رو از طریق سیم به دستگاه‌های مختلف ارائه بدیم. پس 4 تا اینترفیس لن به این خاطر که به صورت سیمی از طریق کابل شبکه ما اینترنت مودم رو پخش کنیم بین دستگاه‌های دیگه. حالا یه دونه شیار دایره مانند داره که ما میخوایم مودم رو ریست کنیم و ریستارت کنیم، برگردیم به تنظیمات کارخونه و تنظیمات پیش‌فرض با یه دونه سوزن یا وسیله نوک‌تیز اینجا رو 5-6 ثانیه نگه می‌داریم. مودم کل چراغ‌هاش خاموش میشه، دوباره میاد بالا، ریستارت میشه و برمیگرده به تنظیمات کارخونه. این دکمه مشکی رنگ رو که می‌بینید اینجا نوشته وای فای. ما میتونیم آنتن و وای فای مودم رو از این طریق فشار دادن 1-2 ثانیه‌ای این دکمه خاموش یا روشنش کنیم. مورد بعدی دکمه پاوره، دکمه روشن خاموش شدن خود مودم که برق رو میتونیم وصل و قطع کنیم. و درگاه آخر درگاه آداپتورشه که منبع تغذیه مودم از این طریق تامین میشه. حالا بریم سراغ چراغ‌هاش. اولین چراغ اگه دقت کنید 0 و 1 نوشته. خب چراغ پاورشه. اگه این خاموش باشه به معنی که مشکل برق داره این مودم، برق براش تامین نیست و روشن نیست. ولی اولین چراغ که پاوره اگه روشن باشه یعنی برقش تامینه. میریم سراغ چراغ بعدی. چراغ بعدی DSL. شما زمانی که تشریف میبرید از شرکت ارائه دهنده اینترنت که میتونه هر شرکتی باشه، خب چه دولتی چه خصوصی، اینترنت ADSL یا VDSL خریداری میکنید، اگه ثبت نام شما قطعی شده باشه و اصطلاحاً تلفن شما رانجه شده باشه، خب چراغ این روشن میشه. اگه چراغش خاموش باشه معناش چیه؟ خاموش بودن چراغ DSL به معنای اینه که این درگاه مشکل داره یا سوکت تلفن شما مشکل داره یا سیم تلفن شما مشکل داره یا ممکنه برق مخابرات محلی شما رفته باشه یا منطقه شما رفته باشه و ارتباط شما به هر نحوی ارتباط مودم با مرکز مخابراتیتون قطعه. خب یا شاید هم ممکنه که تلفن شما رانجه نداشته باشه و به تازگی ثبت نام کرده باشید و هنوز ثبت نام شما قطعی نشده باشه. اگه ثبت نام شما حل موردی نداره و مرکز مخابراتی هم حل، هیچ مشکلی هم توی سیم تلفن شما، سیم کشی داخل خونه، داخل مجموعه، داخل آپارتمان، سیم کشی داخل اتاق هیچ مشکلی نداره، حتما باید این چراغ دومی که DSL حتما باید روشن شده باشه. خب میرسیم به دکمه سوم. دکمه سوم دکمه اینترنته. شما اگه برق مودم رو تامین کرده باشید و ارتباط شما با مرکز مخابراتی برقرار بوده باشه، حتما باید چراغ بعدی روشن شده باشه. این چراغ اگه بسته اینترنت داشته باشید حتما روشنه و میتونید به اینترنت وصل بشید و استفاده بکنید. اگر خاموش باشه ممکنه دلایل متعددی داشته باشه. مثل چی؟ مثل این که اینترنت به صورت سرسری دچار مشکل شده باشه داخل کشور، یا ممکنه به صورت بین المللی مشکل داشته باشه. چجوری؟ ممکنه هاب‌های فیبر نوری کشور که دست ارتباطات زیر ساخته، شرکت ارتباطات زیر ساخته، خب به مشکل بر بخوره و اینترنت قطع شده باشه، یا اینکه بسته مودم شما تموم شده باشه و دوباره اینترنت نداشته باشید. اگه هیچ مشکلی نداشته باشید حتما باید این چراغ روشن باشه. چراغ بعدی و مورد بعدی میرسیم به دکمه وای فای. اگه از طریق این دکمه مشکی که بهتون گفتم دکمه وای فای
روشنش کرده باشید حتما اون چراغ روشنه و اگه از طریق این دکمه خاموشش کرده باشید حتما این چراغ خاموشه، مورد دیگه نمیتونه داشته باشه. احیانا اگه برد مودم هم مشکل داشته باشه و مطمئن شده باشید که با این دکمه خاموشش نکردید حتما بردش مشکل داره. خب و میرسیم به 4 تا چراغ مشابه، عین همین 4 تا اینترفیس مشابه و همرنگ. اینا متناظرن اگه هر کدوم از این اینترفیس های لن وصل باشن و بهشون کابل بخوره و اونور به یه دستگاه دیگه متصل شده باشن و ارتباط اون دستگاه با دستگاه مودم برقرار بشه، حتما این چراغ روشنه. و اگر هیچ کدوم از اینترفیس ها وصل نباشن هیچ کدوم از این چراغا روشن نیست. اگه به این دسته از ویدیوها علاقه داری حتما پلیلیست مودم و اینترنت رو بهش یه سر بزن، هر هفته آپدیتش میکنم. اگه به ویدیوهای فناوری و تکنولوژی علاقه داری حتما کانال منو سابسکرایب کن، چون کلی ویدیو دارم و ویدیوهای بعدی رو تو هفته‌های آینده قرار آپلود کنم. من محمد بودم، تا یه ویدیو دیگه خیلی مخلصم.